به دور حضرت موسی میگه یک شیخ بوده 600 سال عبادت کرد است. 600 سال میگه خدا را عبادت کرد. ای بحر زن فرزند گذشت رفت میگه در بین یک بحرها اونجا یک وادی کمتر جای خشکیه بود میگه اونجا مقصد فقط کارش عبادت. او بحر هم مشهور بود میگه به خاطر همیشه خداوند میگه در بین بحرها یک چشمه شیرین خلق کرد. بعد از این همون چشمه میگه یک نهال انار خداوند سوزون میگه هر روز همون انار میگه یک دونه انار میگرفته. شیخ میگه اون انار رو میخورد هم آب چشمه میخورد. 600 سال میگه خیلی خدا را عبادت کرد. وقتی میگه وقتی دنیاش بود چی؟ حدیث جناب پیغمبره. وقتی دنیاش بود چی؟ بعد میگه شیخ دعا کرد گفت پروردگار اتیا خواهش دارم. خواهش میگه که در سجده بودن سر در سجده بودن در همین حالت جونی منو بگیر تا قیامت بدنم نپوسه پروردگار. بدن من یکم پرنده و جوندار نکنه تا قیامت تا بدن نسعد نگه بدار. دعا کرد میگه خداوند دعاش قبول کرد. جناب پیامبر صلی الله علیه و آله میگه وقتی این قصه را ای دور حضرت مسلمان فهمیده میگه بعد ای خداوند طلب کردم که حالت قیامت همین شیخ من خبر کرد که در قیامت چی حال داره. 600 سال عبادت کرد. ای بحر زن فرزند گذشت فقط کارش چی؟ عبادت بندگی. جناب پیغمبر میگه خداوند از جبرائیل امر کرد ای لوح المحفوظ میگه اون حالت قیامت هم دفترش آورد. در قیامت میگه نوبت شیخ میشه. خداوند میگه که شیخ جنت ببره به فضل کرمی من با بزرگواری و بخشندگی من. میگه دست شیخ هم سنی جنت ملائکه وقتی میبرنش شیخ میگه که پروردگار من از جنت ببر میگه به عبادت های کردگی 600 سال عبادت کرد. پروردگار میگه دوزخش بره و گرد میبرش دوزخ. میگه وقتی قریبی دوزخش میبرم بعد شیخ چه در زمین میپرته میگه ای پروردگار چی سیره نفهمیدم خودت گفتی که کسی عبادت کنه و ثواب عبادت جنت میبرم. ای پروردگار من نفهمیدم چی سیره پروردگار من از جنت ببر به فضل کرم. بعد خداوند گفت گرد بیارش شیخ بیارش من یه خبرش کنم که و چی خاطر فضل کرم و بزرگواری و بخشندگی خودم گفتم. بعد آوردنش بعد پروردگار گفت شیخ گفت تو فقط هم خمشیدن و راستیدن اخته دیدی نعمتهای من ندیدی. گفت یکم بهترین نعمت برای تو ایمان دادم باوری و خدا باور داشتی. دیم نعمت عبادت دادم تنی ساعت دادم. یگان این نعمت ها ما گفت در ایت حساب نمینه فقط یه نعمت ما ایت حساب بگیرم. گفت هر سال گفت من برای بنده هم یک بار انار خلق میکنم نه که برای تو هر روز یک دونه انار خلق کنم که همون انار یا انار میگرفت همون انار را میخوردی و دوام عبادت میکرد. او بحری که دگیر داد او بحر شور بود برای تو یک چشمه شیرین در پیشت خلق کنم. در بین بحر شور گفت در بین همه نعمت هم فقط همون انار را من حساب میگیرم. پروردگار ملائکه را امر کرد و هم انار خوردگی چه بیاره. میگه انار خوردگی شیخ آوردن در پاره ترازو قیامت موندن میگه عبادت رو کنگیش در پاره ترازو عبادتش میگه وزنش برابر انار خوردگیش نشید. بعد میگه شیخ که یک کوی پروردگار که من جنت بر به فضل کرم. همیته برادر عزیز وقتی خدا با فضل کرمش نه برای انسان عبادت هم میگه که عبادتی که تا هوایی ان پوچن اینا درد سر میشن در قیامت.